سلام، وقت بخیر. امروز هم راه شما هستیم با یه آموزش دیگه. یه رباتی هست به نام نوتکن که تازگی ها وایرال شده و خیلی هم میگن که ربات تلگرام هستش. تا امروز تلگرام اعلامیه‌ای رو در این باره نذاشته، اما به هر حال ما آموزش رو براتون میذاریم. برای این که وارد ربات بشید من لینک رو زیر همین ویدیو براتون قرار میدم. بعد اینکه وارد شدید ربات رستارت میزنید، روی گزینه پلی میزنید، صبر میکنید بازی بالا بیاد. وقتی که بالا اومد معمولا با پروکسی خود تلگرام وصل بشید. فیلتر شکن های آی پی ثابت هم براتون میاره، اما فیلتر شکن های رایگان احتمالا کار نمیکنه. وارد بازیش که شدید بر روی همین سکه میزنید، براتون ماین میشه که در اولش 1000 تا بهتون میده. من هر چقدر که روی این بزنم الان روی حالت سریع ترش هستش که 25 تا میده. رو حالت معمولی که باشه 5 تا 5 تا میره بالا، که البته الان من مراحلش رو رفتم 5 تا میره. برای شما یکی یکی میره. بعد از این 1000 تا کم میشه. از این قسمت بوست میتونید روی این توربو که بزنید سه تا میتونید رایگان دریافت کنید. بعدش میرن مثلا 13 ساعت دیگه دوباره شارژ میشه. فول انرژی هم که همینطور هستش. توربو من الان که زدم 25 تا میرفت همون هست. ربات رو میتونید بخرید 20000 تا سکه لازم داره که منم 26000 تا دارم. بعد این قسمت که الان من 5 تا میرم برای شما یکی هست. اینا رو که بزنید یکی یکی براتون لولش افزایش پیدا میکنه. بعد این قسمت شارژش سریعتر هستش که شارژش رو سریعتر میکنه. مثلا در حالت معمولی 1000 تا ممکنه یه ساعت طول بکشه، اما اینو که بزنید شارژش سریعتر میشه. این هم که انرژی لیمیت هستش، همون 1000 تا هستش که اگه روش بزنید هر چقدر که لولش افزایش پیدا کنه، لول اولش میشه 1500 تا، بعد میشه 2000 تا، همینطوری 500 تا میره بالا. از این قسمت هم که میتونید مدل سکه رو بخرید. الان من گالون کوین رو خریدم که مدل سکه اونطوری هستش. برای شما این سکه رو نشون میده که حالت معمولیش هستش. امیدوارم که از این آموزشم لذت برده باشید. لینک این ربات رو براتون زیر هم ویدیو قرار میدم، میتونید از اونجا استارتش کنید.